یک بار برای همیشه قهوه رو به طور کامل بشناسیم. امروز میخوام با هم بریم سراغ علمی ترین روش های نوشیدن قهوه. قراره یاد بگیری چطور قهوه رو تبدیل کنی به یک ابزار علمی برای انرژی، تمرکز و حتی کند کردن پیری مغزت. باور کن قراره بعد این ویدیو دیگه مثل قبل قهوه نخوری. بعد از این ویدیو دیگه قهوه رو علمی نوش جان میکنی. طبق تحقیقات دانشگاه هاروارد بیش از 2 میلیارد فنجان قهوه هر روز در جهان نوشیده میشه. اما چیزی که خیلی‌ها نمیدونن اینه که قهوه فقط یک نوشیدنی برای بیدار موندن نیست. قهوه در واقع یک ماده فعال بیولوژیکه با بیش از 1000 ترکیب شیمیایی مختلف. یکی از مهمترین این ترکیبات کافئینه. کافئین روی سیستم عصبی مرکزی ما اثر میذاره و مکانیزمش خیلی جالبه. وقتی بیداریم بدنمون ماده‌ای به اسم آدنوزین ترشح میکنه. آدنوزین هرچی بیشتر جمع بشه ما بیشتر احساس خستگی میکنیم. کافئین دقیقاً روی همین گیرنده های آدنوزین میشینه و نمیذاره سیگنال خستگی به مغز برسه. برای همین بعد از نوشیدن قهوه ناگهان احساس بیداری و تمرکز میکنیم. این کشف اولین بار در دهه 1970 به صورت جدی در آزمایشگاه‌های علوم اعصاب بررسی شد و از اون زمان تا امروز صدها مقاله علمی ثابت کردند که کافئین میتونه عملکرد شناختی، سرعت واکنش و حتی حافظه کوتاه مدت رو بهبود بده. اما نکته مهم اینجاست. اگر قهوه رو در زمان نامناسب بخوری، همین اثر مثبت میتونه تبدیل به مشکل بشه. تحقیقات جدید نشون داده زمان مصرف قهوه تقریباً به اندازه زمان مصرفش مهمه. مثلا مطالعه‌ای که توی سال 2015 انجام شده ثابت کرده نوشیدن قهوه حتی 6 ساعت قبل از خواب میتونه کیفیت خواب رو به شدت کاهش بده. پس قهوه فقط یک نوشیدنی ساده نیست، یه ابزار قدرتمنده که اگه درست استفاده بشه میتونه بهره‌وری و سلامتت رو بالا ببره و اگه اشتباه مصرف بشه خواب، تمرکز و حتی سلامت قلبت رو به خطر میندازه. آخر این ویدیو میریم سراغ دقیق ترین و علمی ترین پاسخها برای بهترین زمان نوشیدن قهوه. چقدر باید بخوریم تا مفید باشه و چه اشتباهاتی باعث میشه قهوه به جای کمک به بدنمون آسیب بزنه. پس تا آخر این ویدیو همراه باش چون چیزی که میشنوی فقط حرف نیست، پشتش علمه. بیاید اول علمی بررسیش کنیم. وقتی شما یک فنجون قهوه میخورید، اصلی ترین ماده‌ای که وارد بدنتون میشه کافئینه. کافئین یک ترکیب شیمیاییه که در دسته آلکالوئیدها قرار میگیره و مستقیما روی سیستم عصبی مرکزی اثر میذاره. حالا نکته مهم اینه، کافئین خودش انرژی تولید نمیکنه، بلکه کار اصلیش اینه که گیرنده های آدنوزین رو در مغز بلوک میکنه. آدنوزین ماده‌ایه که وقتی سطحش بالا میره به مغز سیگنال میده که خسته‌ای، وقت استراحته. وقتی کافئین این گیرنده ها رو بلاک میکنه، مغز دیگه اون پیام خستگی رو دریافت نمیکنه. به همین دلیله که ما احساس بیداری و انرژی میکنیم. طبق مقاله های منتشر شده تأثیر کافئین میتونه تا 6 ساعت در بدن بمونه. این یعنی اگر ساعت 5 از قهوه بخورید ممکنه تا ساعت 11 شب هنوز خوابتون رو مختل کنه. اما چرا بعضیا بعد از قهوه پر انرژی و متمرکز میشن ولی بعضی دیگه دچار تپش قلب، اضطراب یا حتی لرزش دست میشن؟ اینجا پای ژنتیک میاد وسط. مطالعات روی ژن نشون داده که سرعت متابولیسم کافئین در بدن افراد متفاوته. بعضیا کافئین رو خیلی سریع میسوزونن و دفع میکنن. پس میتونن شب هم قهوه بخورن و راحت بخوابن. اما بعضیا متابولیسم کندی دارن، یعنی کافئین ساعتها توی بدنشون میمونه و خواب یا تمرکز رو به هم میزنه. یه تحقیق بزرگ روی بیش از 120,000 نفر نشون داد کسانی که متابولیسم سریع دارن قهوه براشون خطر بیماری قلبی رو کم میکنه. ولی برای افرادی که متابولیسم کند دارن مصرف زیاد قهوه احتمال بیماری قلبی رو بالا میبره.
پس واقعا جواب قهوه خوبه یا بد برای همه یکی نیست. بستگی به بدن خودت داره. اما این وسط یه نکته خیلی جالب هست. بر اساس پژوهش‌های منتشر شده، قهوه میتونه حافظه کوتاه مدت رو تقویت کنه. همچنین توی تحقیقات نشون داده که مصرف مناسب کافئین حتی تا 24 ساعت بعد میتونه یادگیری اطلاعات جدید رو بهبود بده. یعنی اگه امتحان داری یا باید چیز جدید یاد بگیری، قهوه درست مصرف بشه میتونه مغزت رو یاری کنه. ولی خیلی باید مراقب باشیم. مصرف بیش از حد کافئین، بیش از 400 میلی گرم در روز، تقریباً معادل 4 فنجون قهوه، میتونه باعث اضطراب، تپش قلب، بیخوابی و حتی وابستگی بشه. سازمان بهداشت جهانی هم همین عدد رو به عنوان سقف امن روزانه توصیه کرده. پس نتیجه علمی این بخشمون این میشه: قهوه نه یک معجزه‌گر همیشه خوبه، نه یه دشمن همیشه بد. این یک ابزار علمیه که بسته به زمان، مقدار و شرایط بدنیت میتونه برات دارو باشه یا سم. حالا که فهمیدیم کافئین چطور روی مغز اثر میکنه و چرا همه افراد یکسان واکنش نشون نمیدن، وقتشه به یه سوال حیاتی برسیم. بهترین زمان برای نوشیدن قهوه کیه؟ تحقیقات دانشگاه هاروارد نشون دادن که قهوه صبح خیلی زود درست بعد از بیداری اثرش کمتره. چرا؟ چون وقتی تازه بیدار میشیم سطح هورمون کورتیزول در اوجشه. کورتیزول خودش باعث بیداری و انرژی میشه. اگر همون موقع قهوه بخوریم اثرش کمتره و چند ساعت بعد دچار افت انرژی میشیم. حالا نکته مهم اینه، پس کی بخوریم؟ مطالعات جدید نشون میدن بهترین زمان برای اولین فنجون قهوه حدود 90 تا 120 دقیقه بعد از بیداریه. یعنی اگه 7 صبح بیدار میشی، ساعت 8 و نیم تا 9 و نیم وقت طلایی نوشیدن قهوه است. اما خیلی از ما این مشکل رو داریم که وقتی بیدار میشیم بلا فاصله سراغ قهوه میریم و این یک روتین برای ما شده. راه حل این موضوع هم اینه که کم کم زمانش رو به تعویق بندازیم. اول 5 دقیقه، 10 دقیقه، نیم ساعت، 1 ساعت و تا به زمان مورد نظرمون برسیم. اما این تازه شروع ماجراست. تحقیقات ژنتیکی میگن افراد با متابولیسم کند حتی 1 فنجون قهوه بعد از ظهر میتونه کیفیت خوابشون رو کاهش بده و افرادی که متابولیسم بالایی دارن ممکنه حتی تا شب هم بتونن قهوه بخورن و مشکلی نداشته باشن. پس اگه میخوای انرژی پایداری داشته باشی و بهره‌وری روزت بالا باشه، زمان مصرف قهوه رو با ساعت بیولوژیکی بدن خودت تنظیم کن، نه فقط طبق عادت یا فشار کاری. و حالا یه سوال خیلی مهم: آیا ما میدونیم چه ترکیبی از قهوه و مکمل‌ها میتونه تمرکز و حافظمون رو 2 برابر کنه؟ جوابش علمی و خیلی جالبه و حتی ورزشکارا و دانشمندها ازش استفاده میکنن. پس حتما بخش بعدی رو از دست نده. همیشه برام سوال بوده که چرا ورزشکارا و دانشمندا قبل فعالیت‌های مهم قهوه میخورن؟ جواب علمی داره. قهوه مغز و بدن رو آماده عملکرد بالاتر میکنه. کافئین باعث افزایش سطح دوپامین و استیلکولین در مغز میشه. این یعنی تمرکز بالا، احساس انگیزه بیشتر و حتی خلاقیت بالاتر. تحقیقات منتشر شده نشون میده کسانی که 30 تا 60 دقیقه قبل از فعالیت فیزیکی قهوه مصرف میکنن، توان و استقامتشون تا 12% افزایش پیدا میکنه. اما سوال مهم اینه، آیا همه انواع قهوه همین اثر رو دارن؟ تحقیقات نشون دادن که قهوه سیاه بدون شکر اثرش روی عملکرد سریعتر و قوی‌تره. اما قهوه با شکر زیاد یا خامه ممکنه حتی انرژی شما رو پایین بیاره. پس اگر میخوای جلسه تمرینی یا مطالعه طولانی داشته باشی، یه فنجون قهوه سیاه 30 تا 60 دقیقه قبل از کار عملکرد تو به شدت قابل قبول تر کنه. نکته هیجان انگیز اینه که ترکیب کافئین با التیانین که توی چای سبز یا مکمل ها هست باعث میشه تمرکز بدون لرزش یا اضطراب افزایش پیدا کنه. تحقیقات دانشگاه توکیو نشون داده که این ترکیب عملکرد شناختی رو تا 2 برابر بهبود میده.
حالا این که آیا میدونیم که قهوه میتونه روی سلامت بلند مدت قلب و مغز هم تأثیر داشته باشه؟ حتی تحقیقات جدید نشون دادن مصرف مناسب قهوه میتونه احتمال بیماری آلزایمر و دیابت نوع 2 رو کاهش بده. این بخش پر از داده‌های حیرت‌آوره، پس ادامه بده. تا حالا فکر کردی که قهوه فقط انرژی لحظه‌ای نمیده، بلکه میتونه سلامت بلند مدت بدن رو هم تحت تأثیر قرار بده؟ تحقیقات گسترده‌ای که توی هاروارد انجام شده نشون دادن که مصرف متعادل قهوه با کاهش خطر بیماری قلبی، دیابت نوع 2 و حتی آلزایمر مرتبطه. آنتی‌اکسیدان‌های موجود در قهوه مثل کلوروژنیک اسید باعث کاهش التهاب در بدن میشن و متابولیسم گلوکز رو بهبود میبخشند. یعنی قهوه میتونه به طور غیر مستقیم خطر بیماری‌های مزمن رو کم کنه. اما یه سوال مهم، آیا نوشیدن بیش از حد قهوه هم مفیده یا ممکنه ضرر داشته باشه؟ تحقیقات میگن بیش از 400 میلی گرم کافئین در روز، حدود 4 فنجون قهوه میتونه باعث اضطراب، بیخوابی، افزایش ضربان قلب و حتی فشار خون بشه. یعنی حتی سالمترین نوشیدنی دنیا هم میتونه اگر بیش از حد مصرف بشه خطرناک باشه. این تکنیک‌های طلایی برای شارژ مغز و انرژی روزانت میشه. 1. فنجون اول قهوه 90 تا 120 دقیقه بعد از بیداری. 2. شناختن متابولیسم بدنت برای میزان مصرف قهوه روزانه. 3. قهوه سیاه یا کم شیرین. 4. ترکیب با التیانین برای تمرکز بدون لرزش. رعایت این روش‌ها باعث میشه انرژی، تمرکز و بهره‌وری روزانت تا 2 برابر افزایش پیدا کنه بدون هیچ مکمل یا داروی تقویتی. پس دفعه بعد که فنجون قهوه‌ت رو برمی‌داری یادت باشه نه فقط نوشیدنی می‌خوری، بلکه مغز و بدنت رو هوشمندانه شارژ می‌کنی.